هون گداریا رادیو تزش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گدارین دلال رادیو تزه اند کارون ببینید تو رو اینترنت بوی ناونی شانه مالپر ریا تزه نقطه کم ایرو شمی چاری تباخیه گداریا دنگو باسین گرینگ ین به هفتهی بکن سیبیه که ترمه با مدبون سروک مسعود بارزانی مرسی با سیپی جامین سالوگر و انفال کردن بارزانی و نوچه بارزان بریو چو مرسی می دو هجمارکش بر پسین پارتی حکمی و کسوکارین انفال کریان هر و هجمارکش کنسول و نرتین حریم کردستانی آمده بون پشتی کردستان حضر نزد هفتینان رژیم باز توایه حس و عشیرین سرب نوچه بارزانی و وک باروژی نزاری مزوری شروانی دولمری گردی و ولادجیری بنجاری وک واستن کمرگیان و تاوین سال 1983 دا رژیم روخوندی حلمته که دست سر کرده کمرگین دیانه هریر بهری قشتپه دست بکرد و 8000 بارزانی اجتماعی 7 سالی حتی 85 سالی انفال کرن و 1000 جن و زاروک به سری و پشتمان 35 سال سر انفال بارزانیان در باز بود دموش بر کردبون و بارزانی بون خو جواری خو بر بجیر ایراقی و پشت را بر کمرگه زور مریا قشتپی هاتن و گواستن سیویا که تیرمی سال 1983 دا پنجتا کوونج بود جوینه که دبن کرکوکی لچولین نوگری سیمان اگر و توبزاوا بزندی هاتن بناخ کرن باشباین انفال چولن نوگری سیمان سماوه ارنه هانین موزیخانای بارزانی دور بارزانی دیش بو انفال کریان مونومنتک وارد چی کرن ریبریو شهید و انفال کریان بارزانی ریبار رمضان تبیشه اف مونومنتش بو مبه آلیه که گرنگی دیروکی چبکی دی بابایه که زانستی کلوپلون کسین انفال کری دی تیدا وارن پاراستن گدارین دلال هر سال دسپیکو ما تباخی باورمندن اولا ازدی جشن چلی هاوینی پیروز دکن ایده که گلک کفنه و پیجانه که مزن زیارت ازدیان یا پیروز لالشا نورانی دا تی در باز کرن آنگو بیر باوریا ازدیان سالی دا دو چلهنه چلی هاوینی و چلی زوستانی آنگو چل روزین هر سال زوستانی و چل روزین هر گرم هاوینی سروک مسعود بارزانیت پیامی که دا بونه جشن چلی هاوینی یا ازدیان پیروز بایل ازدیان دکه و رادگینه افضل می مزن جیک و آلی تروریست و سرخوشک و برای مین ازدی و گل مدهاتیه نبه بیش بیر کرنه پیام سرک بارزانی دهاتیه گوتن بونا جشن چلای هاوینی یا اولو ازدی گرمترین پیروزبای خود دیاری پیاین اولو این ازدی و خوشک و برای مین ازدین کردستانی و سرانسری جانی دکن دبشه که دن داتی گوتن اف جشن دمه که دای کردستانی برینداری وی کراستی یا که آلی تروریست و سرخوشک و برای مین ازدی و گل مدهاتیه افضل مزن نبه ورش بیر کرن سرک بارزانی رادگینه جیوی دارم اف جشن ببه دست بکک بو وگر خوشک و براین ما ین ازدی بوجیان خواهی آسایی و بکارن تیام که آرام و آشتیان ده جشن و شاین خواه بکن سالوگر چران یا جنوسید شنگالی دا امجاره که دن بخمخاری ایشین ازدین شنگالی بیرتیرن سرکنکوشی شنگالی کاری خستن دولت اسلامی ایراق و شامی یا هوف و خیخار سسی تباقی 2014 دا انجام دا بو 4 سال در باز بو لیبرین شنگالی هیجی قنج نبویه هرد چه زیده جنه و هینجی جرانویس هزاران جنو زاروک کچو خورتن ازدی کشالی دایشی و هاتبون رواندن ندیاره 4 سال انتجادر دنگاسی خمباری دلکوانی کوچبری بهیوی دا ازدین شنگالی نوا ایشنش برکنکوشین دایشی دا دجین و تجاران وان کدارانش بیز ناکن پارتیا سوسیالیست یا کردستانی داخلی که 4 سالیا جنوسید شنگالی و ایشن وی کارسیت بیز آنی اوه نواروکا پارتیا سوسیالیست یا کردستانی سر جنوسید شنگالی که ریخستن دایشی یا هوف و خینخوار 3 دباقی 2014 دا انجام دا بو 4 سال در باز بو لیبرین شنگالی هیچ قنج نبوده جبر که هزاران جنین ازدی کش آلی دایشی و هاتبون گرتن هی آزاد نبونه ای روزی زاروکن ازدی که دایش الگر خواب ربو خبر جوانینه شنگال که هم تهیم شنوسیت هم جهیم رزگار کرنه ایران ببو هی نواتی آوادا کرنه گل شنگالی بنچادران دا کمپادا دشی شنگال بشک کردستانیه لی ای روزی جدر وی سینوری هریبا کردستانیه ای روزی آزاد نینه و ریخستنه که خوی خار و هوف هجدا شیبی و نوکرین وی شنگالی دستلات دارن
د سالوگرا چران یا جنوسید شنگالی دا جاره کدنی خواه شریک خمو گلی شنگال او ایزیدیا داد زانه. پارتیا سوسیالیست یا کردستانی بانگو حکومت بغداد که بون آوادان کردن شنگال حل بده. بسی که بانگو هزید مرو دوست یا نونتوی او دزگین پیوین داده که بون آزاد کردن جون و زاروکین ازدی پرتر کار و خبات بکن. روز دوشنبه 30 مای بغداد سرکوزیر عراق اداره بادی پیش وزیر سرکوزیر حریم کردستان نیچیران برزانی کرد او تبدیل که دو هر دو آلیان گوتو بیش سر چند مجاران کردن گوری داخلی اوفیس اداره بادی جوین دو که سرک دیوان سرکوزیر حریم کردستان فواد حسیجی بجدار بو سرکوزیر عراق و سرکوزیر حریم کردستان بحث رفش سیاسی و چند دوسین هبش یند نوبر حکومت نوندی و حکومت حریم کردستانی دا کردن داخلی در واحدی گوتن اداره بادی و نیچیران برزانی تکزیل سر گرنگیا به دوام بونا پیوندیان و دیالوگیش بو پیشخستن کاری هبش یه نشتیمانی جی کرن پشتی که هف هاتن یک خستنش بو سرکفتن بسر دایش دا و آلیکاریا هزین اولی و پیشمرگه سرکوزیر حریم کردستان نیچیران برزانی را گیاند ویل گل سرکوزیر عراق ادار عبادی بسا چند مجاران کریه که بشک جوان تایبت بون پیوندین نوبر حریم کردستانی و بغدای جوان جی بکرن و رین که افدامک بو هات بون داخستن هولیر کرکوک و دحک موصول ریاد نوبر شنگال دحوک سرکنسول آمریکا ینول هولیری ستیون فاگن را گیاند پیوسته هزین پیشمرگه ببن یک حتی ببه هزه که خودی کارینن زیده تر سرکنسول آمریکا ینول هولیری ستیون فاگن مرسیما بخشینا باورناماینش ست پیشمرگه را شعالی هر پیمان را گیاند افروسیا ریفورمی الحریم کردستان گلکی گرینگه و پیوسته هزه پیشمرگه ببه یک تا کارتر ببه اوی گود جید خوازم ببیجم که افروسی گاوه که گرینگه شریم کردستانی را گرد تمام جیرا دکن لیل قلبی جد بیجن که دمکی دریج بی پروسی را پیوسته جبر که اف برنامه که فریه گرن که هزا پیشمرگه یکرتی به اف برنامه جی پیشمرگه دکه هزا که کارین تر هر دوی درباره دا وزیر پیشمرگه وکالت کریم شنگالی گود مد وزارت پیشمرگه دا دست پروسی ریفورمی کریه و حتی نا 14 لیواین پیشمرگه جیکیناین هفته و هشته تولیه بونه و بونه یک چهار تباک سال 2018 ساعت 9:12 برینی رو در مسکو کنگره نوند میمانخانه اسماعیل و ویگا کنفرانس فدراسیون نونتوی یا دیاسپورا این کردان بسر نوی پرسگریکین جواکی سیاسی این دیاسپورا این کردان جیانا نودمی تا پیشکتن و پرسپکتیوین وی دست کاری خواه کرد نونرین دیاسپورا این کردان جوالاتین حوالبندی دولتین سربخوا و اوروپا یاروا میوان شریم کردستانی ترکی و کردستانی باکور و ولاتین هریمین یندن تاوی خباتا کنفرانسی بون تشکیل دارین وی فدراسیون نونتوی یا دیاسپورا این کردانه بشگریا اینفورماسیون یا تزه کومده که درباره کار و بریارین کنفرانسی امیل دوشان خواهی هفتیارتی و آگادار بکن چهارشنبه یکی تباک 2018 بجار ریو دی ژانیروی برزیلی مراسم خلاط فیت یاج بو ماتماتیکی بریوچو که دوی برسیمی دا 4 کسان خلاط ورگرتن و یک جوانجی زانای کت کوچر بیرکار بو کوچر بیرکار پروفیسور کی ماتماتیکی یه جوان و خلق روسلات کردستانی و وک 18 سالن کل بریتانیا کوچبری دادشی کوچبر بیرکار سال 1978 دا گندینی سرب مریوانی روسلات کردستانی اشتایک بویه و وک خود جهر کو ویچاوی خواه بکریه شر عراق و ایرانی دست بکریه اوش گنده کی کردستانی چو و بنابری دا مزنترین مدال چیانی یا دواری ماتماتیکی بدست قست خلاطا فیلد سکاوه نوبیل دواری ماتماتیکی دا دیزانین سال 1932 و جوان کسارو تیدوین که دواری بیرکاری دا هری شرزانه درباری دمازاروکاتی خود دا کوچبر بیرکار دا فیسبوک خود دا نویساندیه قاسی کتی بیرامن یکمین جور که من حز ماتماتیکی کر از قناغ پینجار یاد بستالی دا بوم گلک جی پی با مجرونت بوم لیبلی من باش جید زانی کوچر بیرکار پشتی برگرتن خلاطی گود اسی بیدارم اونو چه کنی بخه سر لیوین 40 میلیون کارتن جیانی سال 2000 دا بیرکار وکه پیدابره کی چویا بریتانی و نها زنینگه کمبریجی یا ویولاتی ممستایه سروک مسعود بارزانی پیامی که دا بونا برگرتن خلاطا فلیتس یا واری بیرکاری پیروز بایی لپروفیسوری کردی رجلات کردستانی کوچبر بیرکار را کر او را گیاند از یک جوان 40 میلیون کسامه که گلک سرکفتنات کیف خوشم و شانازی بدهدکم سرک وزیر حریم کردستان نیچیران بارزانی جی پیامی که تایبت زانای کرد کوچر بیرکار را
نشاند و برگرتن خلاط پلیت دواری ماتماتیکی دالوی پیروز کرد. هفسروکی تفدمی الدار خلیل را گیاند که بری چارکن پرسا کردی افکارش بو چارکن کریزا سوری دکن. الدار خلیل بالپر پیدیر را گیاند که ریبریوان بری که کارش بو چارکن پرسا کرد سوری بکه کار لسه چارکن پرسا گیشتی سوری دکه. خلیل دیار کرد که نو به چارکن پرسا سوری تنه بو کرد به نیلی دویش بو توایا بکاتاین سوری به او گود ما پروژه بنوی نتاو دموکرات آمده کریه و ام سروی بنگه کار دکن و دخوازن توایا بکاتاین سوری تیدا جی بگرن. الدار خلیل مکرات که او نه خودین دوسیه کردین السوری لیب گوتن آبی پیویست دوسیه کردی بریا دانستاندن بیچاره کرن. او دانستاندن انجمن سوری دموکرات گل حکومت سوری انجام دانه و نقشه چاره کرنا توایا کشن دیار دکه که پرسا کردی جید ناو دایه. سروک دسته بجیکاریا جوات سوری دموکرات را گیاند که افت نوچین دستی خود را دستی رژیم سوری ناکن و گویتن سیستم ری بری خودشی ناکن. الهام احمد هفته که دال گلمیت نیزی که حسیتی تا را گیاند که جوینن و حکومت سوری باش بو لیو نکارن توایا هیوین خوب وان جوینن را گریدن یان بیشن که توایا پرسکری کن وی چاره ببن. احمد درباری وان نوچه بیشه که حسیتی وی نوچین دستی خود را دستی رژیم بکه گوت اب نوچه نرستن و پشتی گوتو بیشه وان حکومتی را وان تنوچه را دست نکریه و نجی سیستم ری ببری خو گویتیه. الهام احمد گوجی انجام پراکتیکی وی دستیشان بکن که وی دانستاندن و حکومتی را بردوام بن یان وی بین روستاندن. اندام کمیته دیپلماسی تفدبی و هفسروکی بری پیده صالح مسلم بجداری برنامه باسی روسیا کردستان بیچاره بود درباره چون شاند مجلس سوری دموکراتیک بو شامی و هفدیدن الگل برپسین حکمت سوری دا آخوی او گود بو جاره یکم شانده که با کوری فرمی بو شامی تیوه خواندن او یک جیب ارینی تی نرخواندن. مسلم گود ما تجارانش بو دانستاندن ندا بو آلیه که لی رژیم سوری بو دانستاندن نه جدی بو ما تم دخوازی کریز سوری بری و ریبازن لشکری جارا سر بکه لینها هنگرانتر درفش سوری دا چی بویه و او چون شانده مجلس گاوا یکمینه. اشکرک رجی مجلس سوری دموکراتیک شامی برپس رژیم سوری ین دری ظاهری بلند دا هفدیتن پیکانین و بری دست بکرنا دانستاندن و نالی نودولتی آگادار کرن که دوی آلیه که سیامین و گارانتور دوان دانستاندن دا آمده ببه. مسلم رد کرد که دانستاندن که نها رژیم سوری تین کرن انجام بی بواریا هیزن رجوع کردستان و باکوری سوری امریکا را هات بکرن او گود اف دانستاندنش اراده مهات و ما پیویز دید که یکش بو ما باشه اوش بو سوریه پیش روژی باشه. روانگه سوریه مافین بروانش چند جدنش افرینی بلاف کرد. ارتش ترکی و گروپ جگداری سربی و دست بکو قدر کنه افرینی حتی نازیده تش 1000 ولاتین افرینی بنچاف کرده و او گرتیل نوندین جداین جگداران راستیلی پرسین و اسکنچاینتین. روانگه دای زانین گروپ جگدار ولاتین افرینی بتومت کوپی وندی و وان پارتی یکتیا دموکراتیک رهنه بنچاف دکن و لمبر آزاد کنه وانجی دخواست برکه مزنش پیراین دکن. روانگه سوریه مافین بروان آمجه بیکیجی کرد گروپین جگدار باجیل خودی دکانان فرض دکن و دم خودین دکانان وی باجیل ندن اوجی راستی گرتن و اسکنچایدن. هروا بلاف کریه جیف جگداری اپوزیسیون لمبر چوی ناتنا ولاتیان نوبر باجارین افرینی و گندار دا استنگیانش ولاتیان را چید کن و پریان جوان دستیدن. هروا باجی لمبر در بازبون اتومبیل و بارلگیر پیوستین جانی و خارنجی دستیدن. روانگه بیجه لمبر رد کرن ولاتین افرینی دانه پره و باجی جوان جگدارن را 1000 هکتار زمین دارین زیتونی و دارستان نوچه راچو شیراوه شیرا جندریس مابتا و بلبلش آلی گروپین دار و هاتن شرطاندن. ریخستن لیبورینا نودارتی آمنیستی دراپورتا که خودت بیشه ترکیل افرینی هیزه که داگرکاره و افد بر پاراستنا جیانا ولاتیان بر پرسیاره برچاوی ترکی گروپین چکدار بپیکننا مترسیدار دکن و دوی ترکی وان بپیکننا زودرین دم دا راوستینه. آمنیستی هفتیا بهری راپورتک درباری بپیکنن ارتش ترکی و چکدارین اپوزیسیون سوری افرینی دا بلاف کرد و دیار کرد. ارتش ترکی و گروپین چکدار یریش افرینی کرد انجام ویدا 1000 ولاتی بنچاری کوچبری دوری
نزدیک افرینی او دور شیبای بون که درفش که خراب داد جین آمنیستی راپورت خود مجب گرتن او رواندون 86 ولاتین افرینی کریه که بسده مستاندن پرایان جوان یا جیوان ولاتین دخوازا و گراندن کلوبلن که هاتن دزیکرن شالی گروپین چکدار ین سر ترکیه و هاتن رواندن هر با بسا گرتن دبستان افرینی کریه که ارتش ترکیه وان گروپین چکدار و افشخارو کردن بنگین لشکری و تن یک دبستان افرینی وکریه ریبرو لیکولین برنامه رجلات نوین یا آمنیستی لین مالف گود انجام یریش او داگرکن ترکیه افرینی را ایش او آزار خلق افرینی زده بو او ما چیروکین مترسیدار سرگرتن اسکن چکرن او وندابون خلقی سردستی گروپین چکدار بیستن شالی که دن و آمنیستی راپورت خود حکومت سوریه پیگیجی به پیکرن مافی مروان تومت بار کریه که حکومت سوریه ریناده دربدارن افرینی وگرن افرینی هر و ریناده کسی نخوش بو ورگرتن جرسری بجیشکی بچن حلبی اندامی کنسیری و بر مرادکاریلان را گیاند که حکمت نویا ترکیه دجتیا کردان و بکاتاین دند که او گود AKP بدجاتی کرده کردان تا آرمانجان دست نخینه مرادکاریلان جمیدیا فرمی یا پارتی خارا را گیاند که حکمت نویا ترکیه بلان دانیه که شهر دجی پککی بدوام بکه و هر جبوی یکیجی چند وزیر مینا وزیر در و یه نوخا جیخا مانه کاریلان گود جی کابینه نو شرخوازه و دجاتی هر کسی که تکه و بطایبت دجاتی کردان و بکاتاین دنجی هزین چپ و الوی دکه اوی اشکره کرد که پککی و شهر دجی ترکیه در بازی قناغه که نو بکه و دیار کرد که گلک نوچل با کوری کردستانی جبن کنترول حکومت ترکیه در کتنه پارتی دموکراتیا گلان HDP یریش پککی یالدجی خانم اوزاروکو لشکرکی ترکی شرمزار دکه پارلمانتاری HDP استانبول احمد شک را گیاند که اوی که دایک زاروکان بکشه او کجیره پارلمانتاری HDP حتی بارش حتی جیگود نای قبول کردن دایک اوزاروک واره کشتن او یریش پککی شرمزار دکه او دیهرتم دجی تندیتی به پارلمانتاری دنی HDP عمر فاروق گرگرلی اغلوجی نرازی بون نشان دا او گود چک جارسرینی نو بلا زاروک و دایک نین کشتن روز سی شمل باجار چولمیرگی گریلاین پککی یریشی اتومبیل که کربون او خانم او زاروک لشکره که انجام و یریشی دا جانی خوش دست دابون خاپیشاندان و نرازیبون چند باجارین مزن و بچوکین ایرانی گرتنه و هزین ایرانی بتقه و گازن روندکرش هفددن خاپیشانداران بلا بکن چار روزن خاپیشاندان ایرانی بردوانن و دناپیر بریان نیورول باجارین اصفهان مشهد شراس شاهینشار عراق و چند باجارین دنین ایرانی خاپیشاندان هاتن درخستن گور دیمنین ویدیون کل سر میدیو جواکی هاتن بلاف کرند خاپیشاندان دا که زیده درش به رفش عبوری یا ایرانی تینه کرند بهتر دروشمن سیاسی و دژی دسلاداریا ایرانی تینه گوتن رایدرین ایرانی جی خاپیشاندانان بنیاسه بونی بناو دکن و گفا دست سرکرنا خاپیشانداران دخون دنگ و باسین جیانی وکی کم دخینی فرمی حکومت سوریه سروکی شاند حکومت سوریه بو دانستاندن استانای بشار جفری را گیاند هفدیدن مجلس سوریه دموکراتیک و حکومت سوریه بفره و نشتیمانی بون سروکی شاند حکومت سوریه بو دانستاندن استانای د بشار جفری بجاری سوچی یه روسیه سر هفدیدن نوبر شاند مجلس سوریه دموکراتیک و حکومت سوریه را گیاند هفدیدن مجلس سوریه دموکراتیک و حکومت دانستاندن بفره و نشتیمانی بون اون هن بنگیب جی کرن که دیوارن بکانین و ماف و ارکین همیان ده پاریزه سورین کرد وک سورین دن وک هفن چه ماف و ارکان دا روز 26 تیرمه شنده که مجلس سوری دموکراتیک بو سروک دسته جیبجیکار یا مجلس سوری دموکراتیک الهام احمد و اندابتیا سروک پارتی سوری پیشروش ابراهیم قفتان و سی برپسیارین دن ین باکوری سوری سردانا شامی کربون بلوزی روسیه تلاویو پایتخت اسرائیل آناتولی ویکتورویچ اسرائیلی را پشتراز کرد که بلی هزین ارتش سوری تا هزه که بیانی بتایبجی ایران سر سینورین اسرائیلی نامینه بلوزی روسیش کانال ده یا تلویزیون اسرائیلی را گفت اری کفته نیش بکو هزین حکومت سوری سر سینورین سوری بلا ببن و کاری پراستن اولیا سینورین اسرائیلی را بکن بری نهاج سیجاران تهیه ما سالی دا سرک وزیر اسرائیل سردان روسیه کرد و سروک وی ولاتی خواست که هزین ایرانیش سوری درخینه لی ولادیمیر پوتین دیار کرد که اوی هزین سرب ایرانی و 7 کیلومتر دوری سینوری اسرائیلی بخن پشت را او دوری کرد 100 کیلومتر لی حکومت اسرائیلی رد کرد و گفت دوی هزین سرب ایرانی و سوریه گشتی در کبن
وزیر برگری اسرائیل آویگدور لیبرمان کیف خواشه وگر آتش سوری سینوری بلندایی گولانی او تکز دکه که سوری ودگره سردم بری و تکبه بن کنترل فرمانداری بشار اسد. وزیر برگری اسرائیل آویگدور لیبرمان دنا پید کنفرانس که روزنامه‌نی دا گفت سوری ودگره قناخ بری شهر نوخویی و بن اداره نوندی یا بشار اسد. در باری پیشکتن آتش سوری نوی داوید آویگدور لیبرمان دیار کرد وگر آتش سوری بو عنیان نزدیکی سینوری اسرائیل دی رفش آرام ببه. اف دخینین وزیر برگری اسرائیل دمکی دادین نونری روسیه بو سوری الکساندر لاورنتیف تکس کرد هزین ایرانی 85 کیلومتر سینوری اسرائیلی بدور کردنه. ارتش سوری پشتوانی روسیه و میلیسیان ایرانی و حزب الله لبنانی دوی داوید هرمی نزدیکی سینوری اسرائیل دست پوزیسیون سوری کنترل کرده بود. پشتی که سروکی آمریکا را گیاند اف آمده بیمرج دانستاندن الگل ایرانی بکه او برسی و خودش شیورمند سروکی ایرانی را گیاند که اف بیمرج دانستاندن الگل آمریکا نکن وزیر دروی آمریکا مایک پومپئو را گیاند که اف جی بیمرج دانستاندن الگل ایرانی نکن او گفت اگر ایران رکفتن که اتمی نو قبول بکه او سردری خوب گلن ایرانی را باش بکه او دمی آمریکا آمده دانستاندن بیرا بکه. مایک پومپئو کانال SBSN آمریکایی را گیاند تنی دیک رفشید سروکی آمریکا آمده گل ایرانیان بجه اوجی هگر حکمت و بیولاتی سردری خوب گل خورا باش بکه او رفتار خواهین تقدران بداوی بینه او رکفتن که اتمی نو امضا بکه. پیودار وزارت دروی آمریکا هایتر ناورد اشکره کرد که دونه وزیر دروی آمریکا مایک پومپئو گل وزیر دروی ترکیه مولود چاوشوغلو جویای و جوینی دا هر دو آلی سر جاره کردن همو پرسکری که دنبرا واندا و آسایی کردن پیوندی لف کرنه. سده دست سر کردن کشه آمریکی اندرو برانسونش آلی ترکیه و پیوندی واشنگتن و انقره راست آلوزیون هاتن و اداره آمریکی سانکسیون سر وزیر داده ترکیه سپان. سر پرس سزا کردن وزیر داده ترکیه وزیر دروی آمریکا مایک پومپئو را گیاند که سپاندن سانکسیون سر ترکیه و یکی نشان داده که آمریکا سر جاره کردن پرسکری کن گل انقره جدیه. جوین روز پیشم یا پومپئو چاوشوغلو سینگاپوری ها دلدار خستن نوارکا اوی جوینی دا هر دو آلیان حف کرن کش بو چاره کردن همو پرسن بونه سدما چی بونه ناکوکی آلوزیان نبرا هر دو والاتان دا همو کارین خواب زبان بکن. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان را گیاند اوی جزای داروکردن ترکیه جیب بکن. خانم او زاروک لشکری که ترکی جالی پکیکی و هاتو بون کشتن او اردوغان ریو رسما جنیازین وان دا اخوی و گود حتی یک گرلای پکیکی بمینجی اوی بردوامی شهر پکیکی بکن. اردوغان گود هون هستریا من یا درباری جزای داروکردن داد زانن اگر پارلمنتو یا سای جزای داروکردن درقه ازیجی پسند بکن. جبو ویجی گاوین پیویست امی دمک نزیک دا باویشن. سیشمیل باجر چولمرگی گیدلاین پکیکی یریش اتومبیل که کرده بود او خانم او زاروک لشکری انجام و یریشی دا جان خوش دست دابون. هر دوی چارچوبی داجی هجمارکش پارلمنتاری ندپی او یریش پکیکی شرمزار کرن او گوتن دایک او زاروکان بکشه اف کجیره. سروکی بری کاتالونیه کارلوس پوگدیمون را گیاند که اوی سردان همو ولاتین جانی بکه داکو پشتوانیش سرخوبونا کاتالونی را بدست بینه. پار پشتی که هریم کاتالونی رفرندوم سرخوبونی انجام دا ولات اسپانیا اف رفرندوم رد کرد و بوایی که راست دستلات خال سر هریم سپاند و بریارو گرتنا چارلز پوگدیمون دا. انجامی دا چارلز پوگدیمون بجارن 2017 دا نجاری بری خدا ولات بلژیکا و پشتی دمکی گاول فینلاندا بریا آلمانی ودگریا بلژیکاش آلی پلیس آلمانی و هات گرفتن. دست بکاوی می دادگاه که آلمانی بریار دا که پوگدیمون را دستی اسپانی بکن. پشتی وی یکی دادگاه بریار آزاد کردناوی دا و افجی بگری ولات بلژیکا. کنگره که روزنامه‌نی دادگاه سروکی نهایی کاتالونیا کیم تور سروکی بری کاتالونیا چارلز پوگدیمون گفت اف نه روزگاه من یاداویه و افجی نه داویا گشتا منه. ازی سردن همو ولاتان بکم دا که پشتوانیش سرخوبون کاتالونیا را جیانی دا پیدا بکن. داری نیجا او بو بشانا دنگو بس نکته که شهر چار پرچین کردستانی او کردن دیاسپوروی هر وا نوچین نانتوی جاره کردن هفته آتی دی سال سروی نابونیشانی پنجام نوچین هفته که امی راستی بین آمده کار او ری ببرا برنامه دنگو بس نویا رادیو رتزه بلاس ترکیه حتی نی شمیاتی بمینود نو خیر و خوشیده.